خب برای پیدا کردن کسری مثل همین باز هیچ توفیری نداره، مثل کسر کمتر از واحد عمل میکنیم. یه بار مخرج مشترک میگیریم، 5 7 مخرج مشترک بین 5 و 7 که مخرج 5 و 7 35. خب 7 چی شده 35 چه بلایی سرش اومده؟ ضرب 5 شده. 7 5 35 8 5 40 35 باز بزرگتر از واحد. 3 پنجم 5 چه بلایی سرش اومده شده 35 ضرب 7 شده. 3 هم ضرب 7 21. پس 21 35 40 35. الان جفت مخرجا یکی هست، صورتها رو به هم نزدیک میکنیم. 21 35 22 35 23 35 و الی آخر، یا از این طرف کم میکنیم. 40 35 39 35 و 38 35. همه این کسرها بین این دوتا کسر هستن. یک روش مشترک، روش مخرج گیری یا روش مخرج مشترک، و روش دیگه ای که گفتیم برای همین کسر که یکی کمتر از واحده و دیگری بزرگتر از واحده. هیچ تفاوتی نمیکنه چه در کسر جفتشون کمتر از واحد باشن، چه کسرهایی که یکی کمتر از واحد و یکی بیشتر از واحد باشه. برای به دست آوردن کسر بین اون کسرها یا مخرج مشترک میگیریم، مثل جمع کسرها، یا مخرج ها رو با هم جمع میکنیم، مثل همین الان و سری قبل انجام دادیم. 5 و 7 12.